درود همه عزیزان. همینطور که میبینید دیگه نزدیکای سال جدید میلادیه و خیابونا رو اینجوری چراغونی کردن. توی این خیابون هر سال یه برنامه برگزار میکنن خیلی جالبه. عرضم به حضورتون که لباس بابا نوئل و اینا میپوشن، یک حالت کارناوال ماننده میان توی این خیابون قدم میزنن. حالا امشب اومدم ببینم که یه ویدیو اگه امشب باشه به ویدیو براتون بگیرم برگزار بکنم. آره انگار مثلا کنسرته. بعد اینا رو هم که میبینید دستفروشان عزیز این چیزها رو میفروشن. خب متاسفانه مجبوریم که پشت چراغ بمونیم. خب چراغ عابر پیاده هم به ما اجازه. ما هم داریم میریم به محل استقرار دوستان. اینجا عرضم بزرگ که شهر بلویوه، داونتاون بلویو. این جایی هم که داریم میریم روبروی بلویو ماله، یعنی یک پاساژی هست که حالا بلویو مال بهش میگن. بله پیاده رو هم تزیین کردن. سلام دوستان عزیز، این توپا رو میفروشن. بعد میدونید که اینا وقتی مراسم شروع میشه یه دفعه تبدیل میشن به آدم زنده، شروع میکنن به نواختن. حالا بهتون نشون میدم. خب اینجا درب ورودی بلویو ماله. دوستان اینجا مستقر هستن، مثل اینکه اینجا بهترین محل برای دیدن این چیز. این خیابونو میبندن البته چند دقیقه دیگه فکر کنم خیابونو میبندن دیگه، ماشین نمیره بیاد. بعد آسمن خراش ها، آسمن چقدر توپ میزنن. این رستوران چیزکیک فکتوری هم بد نیست، خوشمزه است غذاش. توی یک حرکت انتحاری من سریع اومدم استانبول برگردم. بعد یه چیزی بهتون بگم، اصلا یه چیزی بگم بخندید. آقا من اومدم الان اینجا، بعد میپرسم که خب ساعت چند شروع میشه، بعد میگن که تموم شد. بابا اومدن رفتن، من دیر رسیدم، مثل اینکه تو خواب زمستونی بودم. ولی خب طی بررسی های به عمل اومدن دیدم که بچه ها فیلم گرفتن. من یه چند تا از فیلم های بچه ها رو میذارم که ببینید توی این خیابون چه اتفاقی افتاده، چون دیگه فرصت این که دوباره بیام ندارم. خب مردم خیلی خوشحالن دیگه، میبینید که دیگه مردم خوشحال و اینجا و جاهای دیگه. این هم که دیگه اکسفینیتیه و اینترنت و خط موبایل و این چیزا رو میده و خیلی هم زیبا.
خب دلتون نخواد اینجا رفتیم چیزکیک فکتوری، غذایی هم خوردیم و دیگه داریم برمیگردیم بریم خونه. امشبم اینجوری گذشت در راستای متحول شدن اینا همه ها. توی فیلم هم دیدید دیگه، اینا آدمک ها به وقتش اومدن شروع کردن نوازندگی کف خیابون و دوباره رفتن سر جاشون تا دوباره فردا شب. مثل اینکه 1 ماه این برنامه اجرا میشه هر شب اینجا. سرخوشن دیگه، حال میکنن برای خودشون. یه پرش خفن، یه پرش تکنیکی به قول بچه های یوتیوبر ایرانی دیگه. همه دارن برمیگردن برن خونه هاشونو. برن که فردام تعطیله. الان جمعه شبه، فردا هم تعطیله. بچه ها اینجا سینما هم داره، اگه دوست داشتید فیلم ببینید من پیشنهاد میکنم بیاید این سینما، خیلی فیلم های جذابی میذاره. اینجا هم یه دونه نایت کلاب داره که برنامه‌های ایرانی چند 1-2 بار اینجا داره برگزار میشه. 27 همین ماه هم یه هالیدی پارتی این بالا، بعد هالووین پارتی هم اینجا برگزار شد. من نبودم ولی مثل این که خیلی خوب بوده دیگه. حالا یه شب هم میخوام برم خود سیاتلم فیلم بگیرم. خود دانتان سیاتلم باحاله، اونجا هم تحت چراغونی و ایناست ولی یه خیابونی داره اونجا، یه منطقه هست به اسم کپیتال هیل که اونجا همش بار و نایت کلاب و اینا. کلاب نایت کلابه یا کلابه؟ بعد برم سرچ کنم. نایت کلاب نایت کلاب یه همین دیگه. فعلا بدرود.